ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 38-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. او چی در همان سال و چی پیش از آن به طور جدی به جستجو و انتخاب تخلص ادبی خود مشغول می شود. او در این خصوص چی در مختصری ترجمه حال خودم، چی در باب تخلص انتخاب کنی یادداشت‌هایش و چی در دیگر مقاله هایش از جمله در سرسخن مجموعه یادگاری معلومات مفید داده است. چنان که از جریان تحصیل عینی در مکتب دخترکانه دهه ساکتری تا خوانشش در مدرسه های بخارا، از تعلیم و تربیه پدرش در روح ذوقمندی به شعر و شاعری، از شناساییش با شعرای زمان قاضی عبدالواحد صدری سریر، عیسی مخدوم و دیگران، از محفل ادبی حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم، از مطالعه دهها دیوان شاعران کلاسیک و بیازهای شاعران فارس تاجیک و دیگر عاملها معلوم می گردد عینی از دوره نورسیش هوس به حفظ و قرائت شعر و ذوق و میل به ایجاد اشعار داشته است. خود او دوستداران ایجادیاتش را آگاه می سازد که پیش از آن که خط و سواد برآورد شعر دوستدار بوده است، شعر یاد می کرده است و میل به شعر نویسی داشته است. یعنی او خط و سوادش را به واسطه شعر یاد کنی، شعرخوانی و شعر نویسی برآورده است. عینی این لحظه را این طور به خاطر می آورد: اولین بار که من در میدان ادبیات قدم گذاشتم هوسکاری اشعار بودم. پیش از آن که خط و سوادم برآید به شعر نویسی و شعر یاد کنی هوسی تمام داشتم. گفتم می توانم که خط و سوادی من به واسطه شعرخوانی و شعر نویسی برآمده است. عینی کلیات جلد 7 صفحه 452. از این معلومات روشن می گردد که عینی شعرخوانی، شعر یادکنی و شعر نویسی را با مطالعه بیاض و مجموعه های به دست آورده‌اش نه تنها از سن 10-12 سالگی شروع نموده بوده است، بلکه در پیروی بعضی از آن شعرهای خوانده‌اش، از یاد کرده‌اش و رونویس نموده‌اش گاه گاه بیت و فردی و یا قطعه و رباعی هم می نوشته است که متاسفانه آنها تا به زمان ما نرسیدند. بعدها در اپریل سال 1935 عینی این شعر مشق کنی و شعر آفری نخستین شاگردانه خود را با تمسخر به خاطر آورده چون این تجربه ایجادیش را حتی شعر بافی حسابیده بود. حالان که تاریخ ادبیات جهان کم معلوماتی دارد که خودی نویسنده و یا شاعر به ایجادیات و یا اشعاری دوره اولی ایجادیات خود با چنین تیز و تندی بهای منفی داده باشد، چنان که عینی این کار را به ایجادیات خیش مناسب و روا دیده است. بعضی ادیبان حتی محصول نخستین چکیده های خیش را مدح و ثنا خواندند. او از یک جانب
محصولی منظومی دوره بلوغ خود را شعر بافی نامیده است و از جانبی دیگر خودش آن شعرها را قبیح حسابیده است. بنابر همین او بعد از چند روز آن شعرهای نو ایجادش را می سوزانده است و محو می ساخته است. به همه اینها نگاه نکرده عینی شغلی شعرآفری را قطع نمی کند و باز در پی آفرینیش شعری نو می گردد و رفته رفته با همین راه صاحب رویه و اسلوب ایجادی خود می گردد، آنها را تدریجاً صیقل می دهد و با همین در بین شاعران زمان خود مقامی نیز پیدا می کند. عینی این فکر را در جمله های ذیل جمع‌بست کرده است. البته در آن میان به تقلید آن شعرهایی که می دیدم و می شنیدم خودم هم شعر می بافتم. هرچند قباحت شعری امروز نوشتم، بعد از چند روز به خودم معلوم شده به سوختن و تلف کردن آن مجبور شوم هم باز از این کار دست نمی کشیدم و باز در پی به میدان آوردن شعری تازه‌ای می افتادم. رفته رفته نامم به قطار شاعران آن زمان گذشت. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه 452. عجب نیست به قطار شاعران زمان خود داخل شدن صدرالدین عینی اولین بار با ایجاد شعرهایش با تخلص سیفلی علاقمند باشد. انتخابی تخلص سیفلی باشد با تحصیل عینی در سالهای 1892 1893 علاقمند می باشد. عینی بعدها سبب برای خود انتخاب کردن تخلص سیفلی را این طور شرح داده بود. در سالهای اولی که من در شهر بخارا بودم، مردم به استثنای بعضی کسان خصوصا ملاها با من با نظری بسیار پست می نگریستند و با آهنگی تحقیرآمیز مرا صحرایی می نامیدند. من به همین مناسبت برای خود کلمه سیفلی را که پست گفتن است تخلص قرار دادم. عینی، کلیات جلد 7 صفحه 203. از معنی و مضمون جمله های بالا سبب سیفلی را تخلص انتخاب کردن صدرالدین عینی به خوانندگان روشن معلوم می گردد. چنان که در بالا اشاره گردید، به سبب سوزاندن، محو ساختن و تلف گردانیدن شعرهای عینی با تخلصهای سیفلی، محتاجی و جنونی تا حال قریب یگان نمونه آنها دسترس محققان نگردیدند. اما دکتر علمهای فیلولوژی امیربیک حبیبوف از بیاض رقم 819 در ذخیره دستخطهای شرقی اکادمی علمهای تاجیکستان به نام میرزایف محفوظ بوده که آن را میرزا یلداشی دایی در بین سالهای 1315 و 1322 هجری، 1897 و 1905 میلادی ترتیب داده است، یک غزل و یک مخمس را بر غزل حاذق با تخلص سیفلی دریافت نموده دسترس عموم گردانده است. این غزلی 10 بیتی با ردیف غلط ایجاد شده سیفلی از اول تا آخر معنی و مضمون عشقی و حسبی حالی دارد. این غزل را سیفلی در پیروی و در رویه نمونه‌های معمولی اشعار شاعران زمان خود و سرآمدان نظم کلاسیکی فارس تاجیک نوشته، در آن
اکثری قالب‌های معمولی و معلوم و مشهوری این ژانر را نگاه داشته است. حقیقت این فکر و اندیشه را از نظرگذرانی بعضی مصرع‌های غزلی مذکور هم تصدیق می کند. عمر خود را صرف یاری بی وفا کردم غلط، مهری هر سنگ دلی بر سینه جا کردم غلط، بی وفایان را وفا جستم جفایم رخ نمود، این قدر دانم که این کاری خطا کردم غلط. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 450. عینی در غزل غلط وضع و روح و حالت و عشق و محبت قهرمان لیریکی را همچون وفاداری صادق به قلم داده، معشوقه را به بیوفایی و سنگدلی عیبدار می کند. شاعر چون همه پیروان نظم کلاسیکی خاک راه یار را توتیای چشمی دل داده می شمارد و تیری مژگانی محبوبه را اسلحه قتل عاشق. دیدم را جوی خون کردم برای آن صنم، خاکی راهش را به چشمم توتیا کردم غلط. همانجا جلد 7 صحیفه 450. با تقلیدکارانه بودنی غزلی غلط نگاه نکرده، عینی در بعضی بیت‌های آن در تناسب سخن و صنعت و تصویرهای بدیعی از جمله صنعت تضاد، تشبیه و امثال آنها نیز مهارت نشان داده است. سخت دشوار است دل کندن زیاری تند خو، لیک آسان است دل دادن بجا کردم غلط. آفتابی و ضحی دانستم رخساری او چی بی باکیست من دیدم خطا کردم غلط. رفتنی دیدار باشد رفتنی جان از بدن، این چی تشبیه است یاران از کجا کردم غلط. همانجا جلد 7 صحیفه 450. شکلی آبشسته و قالبی و قانونیتی مقرری و تقلیدی ژانر غزل سیفلی بر این شاعری جوان را وادار ساختند که در پیروی تقلید غزلیات بزرگان این ژانر تمام خصوصیت و قانونیت و طلبات غزل را رعایت کند و غزل غلط را موافق تمام قانونیت و طلبات قالبی این ژانر ایجاد نماید. از همین سبب اکثری ابراز و تصویر و صنعت و پویتیکه آن تکرار و آبشسته برآمدند که این فکر را با آوردن بیت‌های ذیل تصدیق کردن ممکن است. تیر مژگان را برای قتل من خوابانده است، لیک میگوید که صیادم تو را کردم غلط. جان برای مقدمش کردم نثار و هیچ شد، حسرتی خونابش خوردم خطا کردم غلط. شاعر جوان سیفلی با مقلدانه آوردن بیت حسنی تخلص
باری دیگر اثبات می کند که او دلباخته صمیمی یکی از ژانرهای مشهورترین و معمولترین ولی در عین زمان مشکلترین نظم کلاسیکی فارس تاجیک غزل می باشد. نیست خوبان را وفایی هیچ در بازاری دهر، سفلی بیچارم سر تا به پا کردم غلط. همانجا جلد 7 صحیفه 450. رویه و اسلوب و طرز استخوان‌بندی غزل غلط نشان می دهد که عینی به مثل مصرع‌های رفتن دیدار باشد. رفتن جان از بدن خواننده را آگاه می سازد که او در هنگام ایجاد این قبیل غزل‌ها نه تنها با مضمون و شکل و استخوان‌بندی پایتیکی غزلیات حافظ کمال خوجندی جامی سایب بر این غزل سرایان مشهورترین همه جانبه شناس بوده است، بلکه از آثار خسروی دهلوی و غزلیات عالمگیری او نیز آگاه و برخوردار و آشنا بوده است. او در کوشش آن می شود که عنعنه‌های بهترین غزل‌های این قبیل شاعران را در هنگام ایجاد غزل‌های خود نگاه دارد و همه عنصرهای کمپوزیسیونی و بدیعی غزل از جمله بیت حسن مطلع و حسن مقطع و بیت تخلص و امثال آنها را موافق قانونیت این ژانر پرره نگاه دارد و در غزلیات خود استفاده برد. عینی اینچنین در غزل غلط و مثل دیگر شاعران کلاسیک و همزمان خود هم به عنعنه‌های نظم کلاسیکی تکیه می کند، هم حسب حال خود را در ضمن چگونگی حالت روحی قهرمان لیریکی بیان می کند و هم در آن کم و بیش لحظه های تنقیدی را نسبت به دوره و حاکمان وقت استفاده می برد. از بسته شدن مخمس سفلی بر غزل جنیدالله مخدوم حاذق به خلاصه آمدن ممکن است که عینی هنوز در سالهای 90 عصر 19 با مخمس‌های بسیار شاعرانی مشهور و نامدار، با دیوان‌های شاعرانی کلاسیک فارس تاجیک، با بعضی بیاض‌های شاعرانی عصر 18 و آغاز عصر 19، اینچنین با تذکره‌های گوناگون زمان خود و گذشته آشنا بوده است. سبب همین است که عینی از سالهای اولی آغاز ایجادیاتش هم قرائت و مطالعه، هم آفرینش غزل و مخمس و رباعی و قطعه را خیلی دوست می داشته است و به غزلهای قسمی از شاعران پیشین مخمس می بسته است. مثلا در سالهای اولی ایجادیاتش یکی از مخمسهای سفلی به یکی از غزلهای نهایت پرسوز و گدازی جنیدالله مخدوم حاذق بسته شده است. تا ایجاد این مخمس عینی به مثل دیگر معاصرانش از قتل حاذق از جانب جاسوسان امیر نصرالله در شهر سبز در جایگاه خوابش از بعضی سرچشمه و تذکره‌های ادبی و تاریخی آگاه بوده است و معلومات کافی نیز داشته است. او به بعضی معلومات‌ها و یا روایت‌ها که حاذق گویا غزل زیل را بعد از آگاه شویش از تعقیب جاسوسانی امیر نصرالله در شب پیش از قتلش ایجاد کرده است تکیه کرده به آن مخمس می بندد. آن غزلی چی سیدمنی حاذق همگی از 7 بیت عبارت بوده، سفلی غیر از بیت 4 فلک گر سفله را عزت دهد خارم کند آخیر
هوا زد بر زمین برداشت بالا چون کفی خاک. و همه دیگر بیت‌های آن مخمس بسته است. عجب نیست که موجودیت کلمه سفله در این بیت چهارم که با تخلص صدرالدین عینی در آن سال و ماه‌های ایجاد این مخمس علاقمند بود و در پایانتر مضمون و معنی این کلمه در بیت تخلص نیز واضح کار فرموده شده است، شاعر جوان را وادار ساخته باشد که به این بیت چهارم مخمس نبندد و یا این که عجب نه عینی به این بیت مخمس بسته باشد و مؤلف بیاض دایی آن را در هنگام نسخه برداری بندی چهارم مخمس سفلی در بیاض خود داخل نکرده باشد. از مطالعه و تحلیل و مقایسه رویکی این مخمس سفلی و خلاصه پیشکی نآمدن ممکن نیست که عینی هنوز از آغاز فعالیت ایجادیش با فرینیش مخمس ذوق و هوس کلان داشته است و بعدها در ایجاد این ژانر شعری بیش از بیش کامیابی ها نصیبش گشته است. مطالعه مخمس سفلی بر غزل چی سیدم منی حاذق نشان می دهد که در شکل و مضمون آن به قانونهای معلوم و عمده‌ترین مخمس بندی نظم کلاسیکی فارس تاجیک جواب می دهد. همینطور عینی موافق ذوق و لذت بدیعی و استیتیکی و طرز بیان و افاده احساس و احتراسات قهرمانی لیریکی خود به 6 بیت یکی از غزلهای پریأس و پرعلم حاذق مخمسی همسنگی و هممضمونی بسته است. مصرع و بندی نخستین مخمس عینی معلوم می نمایند که او هنوز از سالهای تحصیلش در مدرسه از چگونگی قانونهای اساسی ژانر مخمس و طرز مخمس بندی به غزل این و یا آن شاعر آگاهی روشن و کاملی داشته است. برای مثال بند اولی این مخمس را از نظر گذرانیم. چی مهجورم زی وصلی آن بوتی دلداری بی باکی، چی مایوسم زی بوسی آن کفی پایی حناناکی، چی عشاقم که داییم سینه من گشته غمناکی، چی سیدم من که نه بسمیل شدم نه زیب فتراکی، نه از خونم زمین آلوده شد نه دامنی چاکی. عینی کلیات جلد 7 صفحه 450. چنان که از مضمون این بندی مطلعی مخمس بر غزل حاذق برمی آید، اکثر عنصرهای شکلی و پایتیکی و صنعتهای بدیعی و آبرزهای شعری مصرعهای عینی از جمله عبارهای تأکیدی چی مهجورم، چی مایوسم، چی عشاقم، بوتی دلداری بیباک، پایی حناناکی، سینه غمناکی و غیره با بیت حاذق چی سیدم نه بسمیل نه زیبی فتراکی دامنی چاکی مطابقت و موافقت می کنند. در این مخمس معنی و مضمونی هر 3 مصرع هر یک بند به هر یک بیت غزل حاذق درست الحاق گردیده، یگانگی و همپیوندی مستحکم و قوی شکل و مضمون و مخصوصاً کمپوزیسیشان را تأمین کردند. تأمین همین مستقیمیت و الحاقیت و همپیوندی پایتیکی و کمپوزیسیونی و درک ماهیت آفرینش مخمس بندی امکان دادند که
عالمی معنوی و حالتی روحی چی قهرمانی لیریکی عینی و چی حاذق را موافق سین و سالی هر کدامی از خوانندگان خیلی احساس شونده تصور نماید. برای درست فهمیدن ماهیتی فکری بالا، بندی زیرینی مخمسی سفلی را با بیت ششمی غزلی حاذق از نظر مطالعه گذرانیدن کفایه است. مرا نبود به وقتی انتظاری هیچ آسانتر، زیدادن جان به جانان و به بالینش نهادن سر. عجایب شکوه‌ای دارم از آن دلداری سیمین بر، نباشد هیچ داغ از داغ هجری دوست سوزانتر. به وصلی شمع کی پروانه را ذاتش بود باکی. همانجا جلد 7 صحیفه 451. در بند فوق عباره دادن جان به جانان و به بالینش نهادن سر جواب به مصرعی به وصل شمع جنیدالله مخدوم حاذق می باشد. عینی در یکی از بندهای دیگری این مخمس درباره مهر و محبت، فراق و هجرانی قهرمان لیریکی با غم و ناله و اندوهی بی انتها از نام شخصی حقیر و قشاق بی بضاعت و نادار سفلی دون با احساسات و احتراساتی چقور این طور سخن میراند: زی هجرانی تو جانا چشمی من چون رودی جیحون شد، چی نالم من ز غمهایت